شب 15 به 16 دکبر در دهه حصارک شهر کنیبادام 4 نفر به طور مرموز به هلاکت رسیدند. اینها اعضای 2 عائله هستند. یک منبع رادیو آزادی در مقامات و هم ساکنان گفتند 2 نفر از کشته شده‌ها زن و شوهر و 2 کس دیگر مادر و پسر بودند. طبق اطلاع دریافتی از یک عائله غیب‌الله مجیدوف 35 ساله و همسرش زرنگار 28 ساله کشته شدند. ساکنان دهه میگویند از اینها 3 فرزند یتیم ماند. شب حادثه آنها در یک خانه بودند و جان به سلامت بردند. همچنین شب گذشته عایشه شاکروی 70 ساله و پسر 44 ساله اش جولان شاکروف هم به هلاکت رسیده است. مقامات تا این لحظه درباره این حادثه هیچ شرح ندادند. وقتی من به جای حادثه آمدم، گروهی کلان تفتیشگران بنابر خلل نرساندن به تفتیشات از دادن همه جزئیات خودداری کردند و تا انجام تفتیشات اجازه نشد که جای حادثه را نوار و عکس برداری کنیم. دهه حصارک یا سابق قرغانچه یک دهه خورده در نزدیکی مرکز شهر کنیبادام است. با رخداد حادثه نوی مرگ ساکنان اینجا بعد از ماه مارس امسال درباره کشته شدن اعضای دست کم 6 عائله در شهر کنیبادام گزارش رسید. انگیزه کشتارها ناروشن مانده، عاملان بازداشت نشدند. معلوم نیست این حادثه ها حلقه های یک زنجیرند یا از هم جدا، دزدی و غارتگری اند یا وحشت انگیزی. دادگاه های تاجیکستان تا این دم 2 کس را برای دست داشتن در قتل های مرموز کنیبادام به حبس محکوم کرد. مرد ستارov به حبس ابد و شریفجان اشوروف به 20 سال زندان محکوم شد. نزدیکان شریفجان اشوروف به بیگناهی او پایفشاری دارند. پیوندان برخی از کشته شده‌ها میگویند اگر اینها قاتلان اساسی باشند پس چرا کشتار عائله ها در کنیبادام تا حال دوام دارد؟ در گزارش‌های بعدی نظری نزدیکان این کشته شده‌ها و دیگر ساکنان دهه حصارک را نیز منظور شما می‌گردانیم. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر کنیبادام.